روز شنبه 19 اکتبر پلیس آذربایجان دهها اعتراضگر و از جمله رهبر حزب جبهه مردمی علی کریملی را بازداشت نمود. جمع آمدگان رهایی محبوسان سیاسی و کاهش نرخ برق و گاز طبیعی را طلب داشتند. اعتراضهای بدون اجازت روز یکشنبه هم ادامه یافتند. 20 اکتبر تخمینا 50 یا 60 زن بازداشت شدند. اعتراضگران شعارهای نسبت خشونت بر ضد زنان را بالا برداشته بودند. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف پس از مرگ پدرش حیدر علیف در سال 2003 به کرسی ریاست جمهوری این کشور نشسته است. او را با محدود نمودن منظم حقوق و آزادی‌های شهروندی متهم می‌کنند. در سالهای حکومتداری الهام علیف فعالیت چندین رسانه مستقل منع شده، ده‌ها فعال حقوق بشر، ژورنالیست و حامی حقوق بشری آذربایجان حبس شدند. اکثر آنها تاکید می‌کنند که حکم آنها جلوی سیاسی دارد.